Bonjour, j'écoute de la musique, ça me permet de me vider la tête et pour le live, de mieux me concentrer. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. سلام به همه. چه جلسه سومی بشه امشب؟ چه جلسه سومی بشه؟ Bonjour, bonsoir. سلام به همه، شب و روزتون بخیر. به به به، همه که اینجان که به به. متشکرم، مرسی از همه. سلام، شب و روزتون بخیر. چه شود امشب؟ جلسه سوم کلاس های لایو تقویت جمله سازی در زبان فرانسه، فصل دوم، اپیزود سوم. ببخشید خوابم نبرده بود به خدا. سانی فلاور. سلام به همه، شب و روزتون بخیر. سلام به همه، شب و روز خوش. خب ایشالله که فایلیو که براتون فرستادم ایشالله که کپی گرفتید، یعنی پرینت گرفتید یا پی دی افش همراهتون هست دیگه، که هی قور نزنید. گیتی کجایی؟ گیتی نیستی. گیتی شاگرد عزیز دل، تو که هر بار یه جایی دنیایی، بند نیستی که. ببین کی اینجاست؟ فریما از بزرگان طراحی سایت SEO. کارتون لنگ شد فریما، خلاصه بارها و بارها منو نجات داده. برید سراغش. چه شبی بشه امشب. سلام به همه. صدا و تصویر رو تایید بدید من خیالم راحت بشه. F77BS. اولا که اسمت سخته، خب از خودتو معرفی کن تا من جواب تو رو بدم. اول خودتو معرفی کن من بدونم چی صدات بکنم، بعد جواب تو میدم. سلام، شب همه بخیر، روز همه بخیر. کجای دنیایید؟ به به، چه شبت. خب شیما جان چطوری؟ راهله، امیدوارم که همگی خوب باشید بچه ها. مرسی که با وجود مشکلاتی که به هر حال همیشه هست، به خصوص برای ماها در مورد اینترنت همیشه هستید. پیمان امشب توی انیمیشن تا دلت بخواد پس سمت داریم،
تا که عشق پس سمپلی کچل میکنی ما رو تو کلاس. سلام اکرم، چطوری؟ درس خوندی یا نه برای فردا؟ سلام، شب و روز همه بخیر. جلسه دوم از کلاس‌های لایو تقویت جمله سازی در زبان فرانسه. جلسه دوم است، جلسه سوم. جلسه سوم از فصل دوم. با هم در کنار هم. نریمان، چطوری؟ آخ این نریمان رو من انقدر دوست دارم. از وقتی که من یادمه سری اول کلاس‌های لایو کمپانسیونوغل رو برگزار می‌کردم 3-4 سال پیش، این نریمان همیشه پای ثابت بود. حس خوب بهم میده. سرعت اینترنت اصلا خوب نیست امشب دیگه. تحمل کنید بچه‌ها. سعی کنید که تا اونجا که میشه بالاخره از روی متن من پی دی اف رو پرینت گرفتین دیگه. قول داده بودن، گفته بودید که آقا متن دیالوگ انیمیشن رو برای ما بذار به کانال که ما بتونیم قبل از لایو جلومون باشه گیج نزنیم. گفتم چشم، بفرمایید. سلام به همه دوستان. به الهام عزیز از استادای بزرگ زبان فرانسه، خیلی ارادت. فرنچ بچه الهام که من دیروزم استوری کردم، واقعا الهام زحمت میکشه برای ترجمه انیمیشن ها و میدونید اصلا من خودم شخصا عشق و علاقم یادگیری زبان از طریق انیمیشن. الهام هم که صبح تا شب داره انیمیشن براتون ترجمه میکنه، یعنی هر یه پست چند ثانیه الهام یه دوره کلاسه. پیج الهام از دست ندید بچه‌ها، واقعا دارم میگم. خیلی کار میکنه، خیلی زحمت میکشه. الهام ارادت، همکار گلم. ببخشید اگر بعضی از دوستان رو نمیبینم و رد میشه، عذرخواهی میکنم دیگه، من شرمندم. به همه سلام میکنم. نفیسه چطوری؟ نفیسه چیکار کردی کلاسو؟ خب بچه‌ها، امشب قرار بود که ما هفته پیش مفصل براتون ضمایر سئویی رو گفتم، به خاطر اینکه مطلبی بود که ما هر جلسه توش بهش برخورد میکردیم. من گفتم یه جا براتون بگم که دیگه خیالمون راحت بشه. هر بار من خواستم توضیح بدم رفرنس میدم، میگم آقا جلسه دوم کلاس‌های لایو ضمایر سئویی داستان همونه. هر جلسه نخوام توضیح بدم، هر شنبه نخوام توضیح بدم، چون ما همش باش برخورد میکنیم. اتفاقا توی انیمیشن امشب هم من دیدم 3-4 جا استفاده شده بود و البته من عذرخواهی میکنم. من واقعتش انیمیشن رو یکی دو تا از زبان آموزای خودم هستن، بچه‌هایی که سطح B2 هستن، میدم اونا بچه‌ها انیمیشن رو برای من معمولا متنش رو پیاده میکنن. من خودم واقعتش فرصت نمیکنم. من امشب داشتم نگاه میکردم مطالب رو در بیارم، مهم شدم یکی دو جا اشکال املایی داشت که حالا تو لایو بهتون میگم و خودتون تصحیح بکنید دیگه. بله دیامنت اگر اشتباه نکنم، مرسی که تشریف آوردی. انشالله که این کلاس ها برات مفید خواهد بود. این کلاس ها برای بچه‌های از سطح A1 تا B2 مفیده. بچه‌ها میخوایم یاد بگیریم چجوری تو فرانسه جمله بسازیم. سلام به همه، شب و روز همه بخیر. خب بچه‌ها، عرضم به خدمتتون که چند دقیقه گذشت، 10 دقیقه گذشت. 10 دقیقه کافیه برای خوشو بش. اونایی که می‌خواستن بیان اومدن. عنوان بچه‌ها انیمیشن امشب، روالم که میدونید، برای اونایی که تازه واردن 30 ثانیه‌ای میگم. روال اینجوریه که من تو طول هفته یه انیمیشن برای شما تو کانال تلگرام مدرسه به اشتراک میذارم. یه انیمیشن کوتاه کیو از سریال کیو، چند دقیقه است. شما اونو میرید گوش میدید، اگه خواستید پیادهش میکنید، آمادهش میکنید. من یه روز مونده به لایو، برای که تنبل نشید فوری نرید فایل دیالوگو ببینید، خود متن دیالوگم براتون به اشتراک میذارم، شما روش کار میکنید. شنبه شب که لایومون هست من میام و همون اپیزود از انیمیشن رو برای شما درس میدم و نکات و تکنیکای جمله سازی و مکالمه و محاوره فرانسه رو براتون آموزش میدم. این روال کار ماست دیگه بچه‌ها، میدونید دیگه به چه صورته. خب عرض کنم که بله امشب میدونم که اینترنت وضعیتش خوب نیست دیگه، به قول معروف چاره نداریم چیکار بکنیم. عرض کنم که عنوان بله سیو میشه تو همین اینستاگرام، سیو میشه تو یوتیوب هم میذارم. هنوز فرصت نکردم این 3 جلسه رو بذارم، یعنی 2 جلسه قبلی بذارم تو یوتیوب، ولی براتون میذارم تو یوتیوب. عنوان
انیمیشن امشب هست کایو ادور لالوین، یعنی کایو عاشق هالووینه. هالووین بچه‌ها میدونید این جشن مزخرف هالووین یه جشن در واقع آنگلوساکسونیه دیگه بچه‌ها، مال فرانسوی هم حتی نیست. داستانایی هم بوده که فرانسوی‌ها خیلی هاشون معتقدن که برای چی بخواد این جشن مزخرف بیاد توی کشور ما که فرانسوی هستیم، یه جشن آنگلوساکسونیه دیگه. از اون فاجعه ترش دیگه بدونید دیگه، اون تو ایران رو 1-2 سال مد کردن هالووین تو ایران. ببخشید ما اعتقاد منه، خیلی هم مزخرفه. به ما چه ربطی داره؟ قرار نیست که هر چیزی که اونا مراسمشونه ما برداریم بیاریم اینجا. داستانه خاص خودش رو داره هالووین، یه پشته و یه در واقع داستان تاریخی داره، ریشه داره تو اون فرهنگ، ریشه داره توی اون سنت، ریشه داره توی اون مذهب. خود فرانسوی‌ها میگن آنگلوساکسونی مال ما نیست، نمیخوایمش. بعد من نمیدونم چرا اینو آوردن توی مدش دارن میکنن توی ایران. من خیلی علاقه ندارم. ولی خب در هر حال داستان امروز ماست. بله شیما چطوری؟ آره دیگه، میگن دیگه فرانسوی‌ها که بیخ گوش انگلیسیان میگن هالووین مال ما نیست، بعدمون میاد، بعد تو ایران میخوان مد بکنن هالووین. اوکی بریم شروع کنیم. توی ابتدای انیمیشن بچه‌ها راوی میگه که 2-3 خط راوی صحبت میکنه، میگه که approchez les enfants، بیاین بچه‌ها بیاین نزدیکتر. regardez j'ai une belle surprise pour vous، نگاه کنید یک سورپرایز خوشگل براتون دارم. cette histoire s'intitule Caillou adore l'Halloween je vous la raconte. داستان امروزمون عنوانش هست کایو عاشق هالووینه، براتون تعریفش میکنم. اینجا اولین جمله‌ای که تو همین خط اول بچه‌ها دیدید که کاربرد ضمایر سئوده و سئویی همزمان با همون چیزی که من جلسه پیش براتون گفتم. je vous la raconte یعنی براتون تعریفش میکنم. اول وو میاد بعد لا میاد. داستانش چیه؟ جلسه پیش گفتم، برید لایو شنبه پیش رو نگاه بکنید، کامل توضیح دادم. je vous la raconte براتون تعریفش میکنم. مامان est-ce qu'il est l'heure، یعنی مامان وقتش شده. est-ce qu'il est l'heure وقتش شده. مامانش میگه attends je vais te le dire. attends je vais te le dire. صبر کن تا بهت بگم. باز دوباره میبینید دوباره تو جمله دوم همینه. je vais te le dire یعنی بهت این رو میگم. اول ضمیر تو میاد بعد ضمیر لو. جلسه پیش گفتیم نگید اول سئوده میاد بعد سئوئی. نه خیر، این قاعده کلیت نداره. قاعده اون جدولی بود که جلسه پیش بهتون دادم. oui il est l'heure میگه بله وقتشه. il est temps de vous préparer Mousseline et toi میگه وقتشه که تو و موسلین آماده بشید. اینجا فعل se préparer فعل انعکاسی یعنی آماده شدن. کایو میگه وی. خب اینجا فکر کنم باباش میاد توی اتاق و میگه که alors l'homme de l'espace tu as mis ton costume. خب فضانورد لباس تو پوشیدی. لباس فضایی، اینجا کستوم از اون لباس فضایی، کت فضاییشه. l'homme de l'espace در واقع فضانورد معنی میده، اینایی که میرن توی فضا لباس فضایی میپوشن. کایو میگه je suis presque prêt. je suis بچه‌هایی که صوت پایین تر هستن به تلفظ ها هم دقت بکنن بچه‌ها. من سعی میکنم که رو تلفظ ها هم تاکید بکنم. je suis presque prêt تقریبا آماده‌ام. on décolle bientôt خیلی زود پرواز میکنیم. take off bientôt on décolle. décoller یعنی take off. l'avion décolle. l'avion a décollé هواپیما بلند شد، take off کرد. on décolle bientôt خیلی زود بلند میشیم، پرواز میکنیم. oui capitaine بله کاپیتان. اینجا دیگه لباس فضانوردی پوشیده و خلاصه حس فضانوردی داره. voilà ce que tu voulais موسلین. بعد میاد چیکار میکنه بچه‌ها؟ دیدی توی انیمیشن میاد لباس دلغک رو میده به موسلین، خواهر کوچولوی کایو. میگه بیا اینم این چیزی که میخواستی موسلین. ce que tu voulais موسلین un costume de clown لباس دلغک. بعد اینجا چی میشه؟ موسلین دیدین میفته به گریه. موسلین میفته به گریه. موسلین
avait demandé un costume de clown, mais en le voyant, elle se souvint à quel point elle avait peur des clowns quand elle était toute petite. یعنی چی؟ یعنی موسلین یه لباس دلغکی خواسته بود. avait demandé، بچه اینجا پلوسکو پخفس، ماضی بعید، پلوسکو پخفه. avait demandé. ببخشید من نگاه نمی کنم به پیاما چون حواسم 6 تا که حواسم به اینجاست. اجازه بدید آخر سر من سوالاتتون رو جواب بدم. نگران نباشید. یه لباس دلغکی خواسته بود. mais en le voyant، ولی با دیدنش، en le voyant، با دیدنش. میدونید voyant participe présent یا بچه وصفی زمان حال یا اسم فاعل فعل voyer است. voyer voyant، parler parlant، regarder regardant، partir partant. این ساختاری که ما برای لو participe présent داریم. en وقتی میاد سرش معنی در واقع با. اینجا میتونیم من اینو مفصل توضیح بدم. توی اینجا en le voyant یعنی با دیدنش، elle se souvint یادش اومد. فعل se souvenir رو داریم یعنی به یاد آوردن و اینجا بچه‌ها تو در واقع زمان پس سمپ صرف شده. همیشه گفتم میبینید بچه‌ها توی داستان‌ها فرقی نمی‌کنه کودکانه و غیر کودکانش، توی داستان، توی کتاب، توی ژورنال‌ها، تو مثال‌های دیکشنری‌ها، تو نوشتار پس سمپ استفاده میشه. شما اشکال نداره یاد بگیرید، چیز سختی نیست. اینجا se souvint صرف پس سمپل فعل se souvenir. elle se souvint یادش اومد. je me souviens، tu te souviens، il se souvient، elle se souvient، nous nous souvient، vous vous souvient، il se souvient. این صرف در واقع پس سمپل یا گذشته ساده فعل se souvenir. میگه با دیدن لباس دلغکی elle se souvint à quel point elle avait peur des clowns. یادش اومد که چقدر از دلغک‌ها میترسه. میبینید بچه‌ها à quel point چقدر به معنای خیلی. à quel point elle se souvint à quel point elle avait peur. یادش اومد که چقدر از دلغک میترسید. quand elle était toute petite وقتی خیلی کوچولو بود. حالا اینجا اگر خواستید بچه‌ها محاوره‌اش کنید elle se souvint رو میتونید تبدیل بکنید به elle s'est souvenu. elle s'est souvenu یادش اومد. این میشه محاوره‌ای. elle s'est souvenu à quel point elle avait peur des clowns quand elle était toute petite. یادش اومد که وقتی بچه بود چقدر از دلغک میترسید. بچه‌ها میبینید چقدر ساختارهای کاربردی و مفیدیه. میبینید بچه‌ها جملات چقدر جملات کاربردی و مفیدیه و چقدر مهم. پس à quel point یعنی چقدر. میگه no، اینجا مسلم میگه no je ne veux pas y aller، نمیخوام برم je ne veux pas y aller، نه نمیخوام برم. مامانش میگه tu ne veux pas aller demander des bonbons، نمیخوای بری شکلات بگیری، شکلات بخوای. tu ne veux pas aller demander des bonbons. سلام سیمین عزیز از فعالان مدرسه. سیمین اگه نبود مدرسه لنگ بود بچه. tu en es sûr؟ مطمئنی؟ حالا یه جمله مهم، اولین جمله مهممون که ساختار خیلی مهمی داره. میگه Caillou était très étonné que Mousseline ne veuille pas aller demander des bonbons. میگه کایو خیلی تعجب کرده بود که موسلین نمیخواست بره و شکلات بگیره. خب ببینید بچه‌ها اینجا ساختاری که برای فعل اتونه ما اینجا استفاده میکنیم être étonné que یعنی تعجب کردن از این که یا متعجب بودن از این که متعجب بودن که Caillou était imparfait بود très étonné que متعجب بود که. خب بچه‌ها این چی میسازه؟ این ساختار وقتی که اتونه être étonné با که میاد بچه‌ها با که چون سوژه دو تا جمله عوض میشه اینجا حتما باید سوبژانکتیو یا بچه التزامی استفاده بشه. اینجا موسلین ne veuille pas اینجا بچه التزامی فعل vouloir qu'il ne veuille pas
Caillou était très étonné que موسلی ne veuille pas aller demander des bonbons. تعجب کرده بود که موسلی نمیخواد بره دنبال شکلات. تعجب کرده بود. خب مثال براتون تو این ساختار میارم بچه‌ها. Je suis étonné que یعنی تعجب میکنم که مثلا ما میگیم تعجب میکنم که کسی هنوز اینجا نیست. چجوری میگی تعجب میکنم هنوز کسی اینجا نیست؟ میخوام اینجا لایو کلاس جمله سازیه دیگه، فکر کنید روش. ساختار رو فهمیدید. Je suis étonné que متعجبم که یا تعجب میکنم که، بعدش هم سوبژانکتیو میاد. تعجب میکنم هنوز کسی اینجا نیست. چجوری میسازیم این جمله رو بچه‌ها؟ بسازید ببینم. یکم میخوام روش فکر کنید دیگه ها، فوری نریم سر جواب. اینجا قراره با هم کلاس داشته باشیم. فقط من حرف نزنم. تعجب میکنم هنوز کسی اینجا نیست. Je suis étonné. خب حسین ببین عشق من، گفتم باید سوبژانکتیو استفاده بکنی. نگفتم؟ گفتم باید سوبژانکتیو استفاده کنی. تعجب میکنم که هنوز کسی اینجا نیست. Je suis étonné qui اینجا باید بچه‌ها میتونه از ساختار ایلیا استفاده بکنید، ولی فعل اواق باید بره سوبژانکتیو. Je suis étonné qu'il n'y ait personne là. Qu'il n'y a نه. پروانه. Je suis étonné qu'il n'y ait personne. که کسی نیست. Je suis étonné que personne ne soit. حالا ببین اینجا ساختار درسته. Je suis étonné que personne ne soit pas encore ici. Qu'il n'y a aucun چیه؟ aucun یعنی هیچی. ساختار اینه بچه‌ها. یکی بنویسه. Je suis étonné qu'il n'y ait personne. Qu'il n'y ait personne là. که کسی تعجب میکنه کسی اینجا نیست. یکی اینو بنویسه. اوکی؟ ساختار il n'y a نه il n'y est. از اساتید کسی هستن زحمت بکشه اینو بنویسه؟ آفرین. مرسی از کامبوجیه و مرسی از لیلا. exactement. Je suis étonné qu'il n'y ait personne. بچه‌ها سوبژانکتیو. مثال بعدی. تعجب میکنم که هنوز نفهمیدید. اینو بگید به من. اینجا پس کمپوز است. تعجب میکنم که هنوز نفهمیدید. خب تعجب میکنم je suis étonné que. خب شما هنوز نفهمیدید، حالا سوبژانکتیوش رو فراموش کنید. vous n'avez pas encore compris. vous n'avez pas encore compris. منتها گفتیم چی؟ این vous n'avez pas encore compris رو بعد ببریم سوبژانکتیو. کافی اون تیکه avouarش رو تو پس کمپوزه ببریم سوبژانکتیو. میشه je suis étonné que vous n'ayez pas encore compris. تعجب میکنم که هنوز نفهمیدید. میبینید بچه‌ها سوبژانکتیو میاد. ساختار سوبژانکتیویه. تمام اینا پی دی اف میشه. این جزوه امشب رو من پی دی اف میکنم میذارم براتون تو لایو. نگران نباشید. خوب گوش بدید فعلا. تعجب میکنم که هنوز نرسیدن. مثلا شما وارد مراسم میشید، وارد جشن میشید، میبینید که مثلا یه عده‌ای که منتظر بودید یا بعد میومدن نیومدن. میگید تعجب میکنم عجیبه هنوز نیومدن ها. چجوری میگید عجیبه هنوز نیومدن؟ Je suis étonné que شما بسازید. تعجب میکنم هنوز نیومدن. تعجب میکنم هنوز نیومدن. یکم بهش فکر کنید بعد بگم. میخوام تو ذهنتون بیاد، اشتباهاتتون رو بفهمید، تصحیح کنید، راه بیفتید. تعجب میکنم هنوز نیومدن. عجب. چرا نداره لیلا؟ این ساختار اینجوریه. ساختار اتونه که بعدش سوبژانکتیو میاد. ما میدونید بچه‌ها یکی از بزرگترین تشابهات فارسی و فرانسه اینه که هر دو سوبژانکتیو داریم و در 90% موارد مثل هم استفاده میکنیم. خیلی جالبه.
ما بچه التزامی داریم دیگه. ولی 10% نه، 10% یه جاهایی ما سوبژانکتیو میگیم اونا نمیگن فرانسویا، یا برعکس فرانسوی سوبژانکتیو میگن ما سوبژانکتیو نمیگیم. ما اینجا رو سوبژانکتیو نمیگیم، بچه التزامی نمیگیم، میگیم تعجب میکنم که هنوز نرسیدن. فرانسوی میگن تعجب میکنم که هنوز نرسیده باشن. میبینید بچه‌ها این سوبژانکتیو میارن فرانسوی، چرا نداره؟ محمد داری درست میگی، یکم باید دقت بکنی. Je suis étonné qu'il ne soit pas encore arrivé. Voilà. Merci محمد. Je suis étonné qu'il ne soit. نمیگیم qu'ils ne sont pas encore. Qu'il ne soit pas encore arrivé. تعجب میکنم هنوز نرسیدن. Ils ne sont pas arrivés. Qu'ils ne soient pas arrivés. سوبژانکتیو باید بیاریم بچه التزامی، یادتون باشه. فقط دقت کنید بچه‌ها، دیگه اگه سوژه دو جمله یکی بود دیگه کنریدا. مثلا میخوام بگم تعجب میکنم تو رو اینجا میبینم، چجوری میگیم؟ تعجب میکنم تو رو اینجا میبینم. این جمله دیگه ساده است. نگید je suis étonné que je te vois ici. یه هم چیزی نگید. این دیگه لازم نیست سوبژانکتیو بیارید، اصلا لازم نیست je suis étonné que بیارید. اینجا چی میارید؟ اگه گفتید بگید ببینم. تعجب میکنم اینجا میبینمت. برام عجیبه اینجا میبینم. چجوری میگیم؟ اینو شما بگید سریع. Je suis étonné. Voilà. Bravo لیلا. Bravo. Je suis étonné de. اینجا دیگه لازم نیست بگیم je suis étonné que. که وقتی که تو همه ساختارهای زبان فرانسه ساختار این شکلی. که وقتی که سوژه دو جمله متفاوت. اگه یکی بود دو میاری. و مصدر. Je suis étonné de te voir ici. عجیبه اینجایی. تعجب میکنم اینجایی. Je suis étonné de te voir ici. دو بعدش مصدر. To voir. مصدر میاریم دیگه لازم نیست چون سوژه دو جمله یکی. پس این میشه داستان این جمله. خب ادامه بدیم. Pourquoi est-ce que Mousseline ne veut pas y aller, maman? میگه مامان چرا موسلین نمیخواد بره اونجا یا نمیخواد بره؟ اینجا میدونید بچه‌ها ما از ساختار ایاله استفاده میکنیم. ایاله به تنهایی معنی رفتن میده. وقتی میگیم ژیوه یعنی من میرم. جو پار. اوکی؟ بچه التزامی تو چه سطحیه؟ سوبژانکتیو بچه‌ها اول اعدو میخونید. اوایل اعدو شما سوبژانکتیو رو میخونید. ایاله یعنی پختیر. Pourquoi est-ce que Mousseline ne veut pas partir? میتونستیم به جای ایاله بگیم پختیر. چرا موسلین نمیخواد بره؟ Pourquoi est-ce que Mousseline ne veut pas y aller? مامان چرا موسلین نمیخواد بره؟ موسلین est encore مامان جواب میده. میگه موسلین est encore petite pour fêter l'Halloween. Elle a peur, mais je sais que tu veux y aller. میگه موسلین هنوز کوچیکه برای اینکه هالووین رو جشن بگیره. ولی من میترسه. Elle a peur. ولی من میدونم که تو میخوای بری. درست شد؟ Il va falloir trouver une solution. یه راهی باید پیدا کنیم. Il va falloir بچه‌ها ساختاری که باز فرانسوی خیلی استفاده میکنن. میدونید فوتور پروشه. Il va falloir یعنی بایدی که بالاخره باید یه برنامه‌ای براش بریزیم، یه کاری بکنیم. Il va falloir trouver une solution. یه راهی باید پیدا کنیم. Il va falloir. بعد بابا میگه که تیان voilà ton casque. بیا این هم کلاه فضانوردی رو دیدید کاسکو میذاره رو سرش. voilà ton casque. این هم کلات. جمله بعدی راوی چی میگه؟ راوی میگه که مامان، باز اینجا بچه‌ها نگاه بکنید، دو تا پس سمپل استفاده کرده و یه عبارت مهم تاندیکو که بسیار مهمه و الان میخوام توضیحش بدم. بسیار تو صحبت کردن به دردتون میخوره. خوب گوش بدید. که البته اینجا اشتباه تایپی بود، فکر کنم اشتباهی تان و جدا و دی و جدا نوشته بودن چون من تصحیحش کردم، نمیدونم اشتباه چی بود. اگر شما توی پی دی اف دیدید تصحیحش کنید. تاندیکو یعنی در حالی که میگه مامان رستا، اینجا پس سمپل. Maman resta à la maison avec Mousseline tandis que Caillou partit faire la tournée de l'Halloween avec son papa.
فعل قصه فعل گروه اول، افعال گروه اول عرض کنم که با قاعده صرف میشن توی پس سمپ گذشته ساده. پس سمپ رو میدونید بچه‌ها تو B1 میخونید. Je restais, tu restas, il resta, elle resta, nous restâmes, vous restâtes, ils restèrent, elles restèrent. این پس سامپل فعل رسته است. فقط یادش بگیرید که توی داستان که میخونید یا رمان میخونید ازش استفاده میشه، بلد باشین تو محاور استفاده میشه. میگه مامان موند خونه با موسلین در حالی که tandis que Caillou partit faire la tournée de l'Halloween avec son papa. در حالی که کایو رفت با باباش هالووین کنن. اینجا faire la tournée de l'Halloween همون در واقع میدونید بچه‌ها این رسم اینجوریه که در واقع رسم هالووین که میدونید شب 31 اکتبر هم هست. 31 اکتبر 1 نوامبر. چیکار میکنن؟ بچه‌ها اون لباسای مبدل رو میپوشن و ساک دستشون میگیرن، ظرف دستشون میگیرن، میرن در خونه ها رو میزنن و شکلات جمع میکنن. به این میگن faire la tournée de l'Halloween. Maman resta à la maison avec Mousseline tandis que Caillou partit faire la tournée de l'Halloween avec son papa. در حالی که مامان موند خونه با موسلین در حالی که کایو رفت هالووین کنه. بچه‌ها اینجا tandis que یک عبارت بسیار مهمه. tandis que در حالی که در دو بچه‌ها مفهوم استفاده میشه. عین خودمون استفاده میکنن فرانسوی‌ها. مفهوم اولش چیه؟ مفهوم اولش وقتی که شما میخواید سیمولتانیته رو برسونید. سیمولتانیته یعنی همزمانی دو تا اکسیون یا عمل، یا به عبارتی همون پاندانکو معنی میده. مثل اینجا میگه مامان موند خونه تاندی که در حالی که کایو رفت هالووین. اینا همزمان با هم رخ داده. این یکی از کاربرداش. یا مثلا یه مثال دیگه براتون آوردم، میگم Je passe l'aspirateur tandis que mon mari fait la vaisselle. من جارو برقی میکشم در حالی که همزمان با من همسرم ظرفا رو میشونه. میبینید؟ Je passe l'aspirateur tandis que mon mari fait la vaisselle. کاربرد دومش بچه‌ها وقتی که شما میخواید کنتراست رو برسونید. کنتراست معنی علاقه میده، یعنی کنتراست یا تضاد دو تا چیز رو. باز دوباره ما هم همینجوری استفاده میکنیم. مثلا میگم که tu prends ton café sucré tandis que je le préfère sans sucre. تو قهوه شیرین میخوری در حالی که من بدون شکر ترجیحش میدم. ببینید کنتراست، تضاده. تو شیرین میخوری در حالی که من بدون شکر. تضاد دو تا اکسیون رو در دو جمله داریم میرسونیم. پس این دو تا کاربرد رو داره. Tu prends ton café sucré tandis que je le préfère sans sucre. Voilà. اوکی؟ پس این میشه عبارت تاندی که. و فعل پختی هم باز اینجا تو گذشته صرف شده. تاندی که کایو پختی در حالی که کایو رفت. پس سامپلشه بچه‌ها. پس سامپلش هم در واقع je partis, tu partis, il partit, elle partit, nous partîmes, vous partîtes, ils partirent, elles partirent. پس سامپلش رو میتونید برید تو اینترنت ببینید دیگه توی سایت های صرف فعل. خب بعد بچه اینجا میرسیم توی قبل از لایو یه استوری گذاشتم گفتم چجوری میگیم مثلا سرم خورد به نمیدونم مثلا سقف، سرم خورد به این طبقه، نمیدونم حواسم نبود پام خورد به میز مثلا ها. اینجا یه فعلی استفاده کردی که ما تو این کنتکست ها میتونیم ازش استفاده بکنیم. چه فعلی بچه‌ها؟ اگه گفتیم اونایی که خوندن به من بگن ببینم کیف کنم. اونایی که این متن رو قبلا خوندن، بچه زرنگن، اهل فرانسن و این انیمیشن رو قبلا رفتن آماده کردن برای امشب، بهم بگن چه فعلی استفاده کنیم. بگید ببینم. منتظرم. میخوام بگم مثلا چه میدونم پام خورد به میز، حواسم نبود مثلا سرم خورد به طبقه مثلا. چه عبارتی؟ کی گفت؟ باریکلا. باریکلا حسین، باریکلا سارا. نشون میده که شما رفتید زرنگید، رفتید خودتون رو برای لایو امشب آماده کردید. دمتون گرم. باریکلا. والا. کنیه. سکنیه.
متشکرم پوریا، متشکرم سمیرا، سمیرا بانو. سکونی کنتر، احسنت ندا، با حرف اضافه کنتر هم میاد بچه ها. جموسوی کنیه. پروانه دمت گرم، باریکلا بچه ها. کیف میکنم، یعنی اصلا انگیزه میگیرم وقتی میبینم بلدید، کار کردید، خوشم میاد. اوکی، اینجا بچه ها چجوری استفاده کرد؟ باریکلا، فعل سکونیه. اینجا البته در حالت غیر انعکاسی استفاده کردی. میگه چی؟ میگه سی تو. اینجا میدونید کنیه معنی زدن هم میده، ضربه زدن به در مثلا. میگه سی تو veux qu'on t'ouvre il faut cogner à la porte. اگه میخوای در رو باز کنن باید در بزنن. اگه میخوای برات باز کنن si tu veux qu'on t'ouvre که برات باز کنن. qu'on t'ouvre si tu veux qu'on t'ouvre il faut cogner à la porte. باید بزنید به در. باید بزنی به در اگه میخوای برات باز کنن. خب حالا فعل کنی بچه تو حالت انعکاسی هم استفاده میشه. دقت داشته باشید. فعل سکونیه و غیر انعکاسیش هم استفاده میشه. مثلا میگم که بذار اول غیر انعکاسیشو بگم. میگم که je n'ai pas fait attention et ma tête a cogné l'étagère. سرم خورد. اینجا انعکاسی دیگه لازم نیست بیارید. ma tête a cogné l'étagère. خورد به طبقه. Je n'ai pas fait attention et ma tête a cogné l'étagère. حواسم نبود، سرم خورد به طبقه. اوکی؟ در حالت انعکاسی سکونیه معمولا با حرف اضافه کنتر میاد. میگم je me suis cogné contre la porte. خوردم تو در، رفتم تو در. je me suis cogné contre la porte. یا مثلا میگیم که je me suis cogné le genou sur la table. زانومو کوبیدم رو میز. sur la table basse مثلا ça fait mal. درد گرفت. زانومو زدم به میز، درد گرفت. زانوم خورد به میز، درد گرفت مثلا. ببینید تو فرانسه اینجوری میگیم. میخوایم بگیم زانوم خورد به میز مثلا، درد اومد. je me suis cogné فعل سکونیه. پس کمپوزه. je me suis cogné le genou sur la table basse. ça fait mal. دردم گرفت. بالا. میبینید بچه‌ها؟ پس فعل سکونیه اینجا اینطوری استفاده میشه. کاربرد داره. بعد میگه attends un peu، یکم صبر کن. tu n'as pas oublié ce que tu devais dire ou tu n'as pas oublié ce que tu devais dire. یاد نرفته چی قرار بود بگی؟ Caillou c'est gentil de venir me voir. بعد در رو باز میکنه اون آقای پیرمرده و میگه Caillou c'est gentil de venir me voir. مرسی که اومدی منو ببینی. مرسی اومدی به دیدنم. c'est gentil de ساختار c'est gentil de. c'est gentil de venir me voir. Ce n'est pas tous les jours que je reçois la visite d'un astronaute. یه شوخی هم باش میکنه. میگه هر روز من خلاصه فضانورد نمیبینم. هر روز فضانورد نمیاد به دیدن من که امشب تو اومدی. بابای دوباره اون پشت وایساده کنار در یکم اونورتر میگه vas-y Caillou tu sais ce que tu dois dire. vas-y Caillou tu sais ce que tu dois dire. یالا کایو میدونی چی باید بگی؟ و کایو میگه با خجالت، اولش با خجالت میگه c'est l'Halloween bonbon s'il vous plaît. میگه هالووینه لطفاً شکلات. و اون آقا هم براش چیکار میکنه؟ یه مقداری شکلات میریزه توی ساکش. کایو خوشحال میشه و میگه واو مرسی بوکو. در ادامه فکر کنم اینجا خود کایو گفت، میگه موسلین نپالا elle avait trop peur de venir demander des bonbons. میگه موسلین اینجا نیست، خیلی میترسید برای اینکه بیاد شکلات بخواد. elle avait trop peur de venir. میترسید که بیاد demander des bonbons. regarde کایو. بعد دوتا از دوستاش میرسن که اونا قیافاشون رو هالووینی کردن. regarde Caillou je suis un horrible monstre. من یه هیولای وحشتناکم. je suis un horrible monstre. یه مونستر وحشتناکم. کایو هم میگه je suis un homme de l'espace.
منم یه فضانوردم. و دوستش در ادامه میگه لئو est un monstre et Clémentine une infirmière. لئو هیولاست، کلمانتین هم پرستاره، لباس پرستار پوشیده بود. اون یکی برای هالووین لباس مونستر یا هیولا پوشیده بود. اینجا فکر کنم بچه‌ها اشتباه این عزیز دل من تایپ کرد نوشته بود. اینجا میگه کایو لئو و کلمانتین allèrent ensemble cogner aux portes. با همدیگه رفتن درا رو بزنن. من فکر کنم اینجا گذشته ساده پس سمپل استفاده کرده. اینجا فکر کنم نوشته بود اله، میرفتن. اینجا الهه، پس سمپله. حالا باز یه بار دیگه باید گوش بدم چون نمیخورد. اله به نظر اومد نخورد. الهر درست تره. فعل اله میدونید بچه‌ها توی در واقع گذشته پس سمپل ils allèrent یعنی اونا رفتن. گذشته ساده‌شه. کایو لئو و کلمانتین allèrent ensemble با هم رفتن cogner aux portes درا رو بزنن. joyeux halloween bonbon s'il vous plaît. همه جا میرن میگن هالووین مبارک، خلاصه بهمون بونبون بدید. دوباره اینجا بچه‌ها ما توی این ادامه جمله ما دو جای دیگه بچه‌ها پس سمپل داریم. ils reçurent beaucoup de bonbons. کلی شکلات گرفتن، دریافت کردن. فعل recevoir دریافت کردن. ils reçurent پس سمپلشه یعنی دریافت کردن. کلی شکلات رو در واقع بونبون دریافت گرفتن. که reçu هم je reçus, tu reçus, il reçut, elle reçut, nous reçûmes, vous reçûtes, nous reçûmes, vous reçûtes, ils reçurent, elles reçurent. منم قاطی کردم. ils reçurent beaucoup de bonbons. Mais bientôt, ولی خیلی زود, il fut l'heure de rentrer à la maison. اینجا fut چیه بچه‌ها؟ به من بگید ببینم اینجا fut چیه؟ Mais bientôt, il fut l'heure de rentrer à la maison. Mais bientôt, il fut l'heure de rentrer à la maison. به تلفظ دقت بکنید. بگید این fut اینجا چیه که اومده؟ این fut چیه؟ یکی من بگه؟ بچه‌هایی که کار کردم برای لایو امشب PDF رو. این fut اینجا چیه؟ میگه mais bientôt ولی خیلی زود il fut l'heure de rentrer à la maison. نه من که نگفتم il faut، گفتم il fut. il faut اون یعنی باید. نه نه فلوق نیست دیگه بچه‌ها. بله میگه خیلی زود وقت برگشتن به خونه شد یا وقت برگشتن به خونه بود. Mais bientôt il fut l'heure de rentrer à la maison. fut چیه؟ نه نغمه باریکلا. فعل اتخه بچه‌ها. پس سمپل فعل اتخه، گذشته ساده فعل اتخه، فعل بودن. فعل بودن گذشته سادهش کاملا بی‌قاعده است. اتخ بودن. گذشته سادهش میشه je fus, tu fus, il fut, elle fut, nous fûmes, vous fûtes, ils furent, elles furent. گذشته سادهش فعل اتر. میگیم زمان حالش چجوریه؟ میخوایم بگیم وقت برگشتنه. il est زمان حال ساده. il est l'heure de rentrer. وقت برگشتن. حالا اینجا داره میگه وقت برگشتن بود. il fut l'heure de rentrer à la maison. پس سمپل دیگه بچه‌ها. داستان دیگه تو داستان پس سمپل استفاده میشه. خیلی زود وقت برگشتن به خونه بود. فعل اتره. بله. پس سمپل اتره. L'Halloween était presque terminé, mais il restait une maison où il n'avait pas encore sonné. میگه هالووین تقریبا تموم شده بود ولی یه خونه مونده بود که هنوز زنگ نزده بودن. Il n'avait pas encore sonné. plus که پرفس بچه‌ها. هنوز زنگ نزده بودند. خب اینجا بچه‌ها یه ساختار مهم داریم که میخوام براتون توضیح بدم. بسیار مهمه و اون ساختار بچه‌ها پرونوم قلتیف یا ضمیر
موصولی او هست. او با یه دونه اکسان روش. ضمیر موصولی یا پرونوغلاتیف او. اینجا چی میگه بچه‌ها؟ میگه هالووین تقریبا تموم شده بود، فقط یه خونه مونده بود که هنوز زنگشو نزده بودن. این کی که اینجا میاریم بچه‌ها دقت داشته باشید، کو نیست، اوه. چرا؟ چون ما اینجا در واقع کمپلمان که داریم کمپلمان مکانه، کمپلمان مکانی. ما بچه‌ها ضمیر موصولی او رو بچه‌ها تو دو حالت استفاده میکنیم. میدونه خب کلمه پرسشی معنی کجا میده، ما با این کاربردش کاری نداریم. اونجایی که پرونوغلاتیفه یعنی ضمیر موصولیه و معنای که میده، به معنای که استفاده میشه، ما اینجا باش کار داریم که خیلی هم مهمه و بچه‌ها خیلی اشتباه میکنن. بچه‌ها ضمیر موصولی او در دو حالت استفاده میشه. یک، وقتی که راجع به مکان صحبت میکنید و دو، وقتی که راجع به زمان صحبت میکنید. در هر دو استفاده میشه. کی مکانی و کی زمانی در هر دو استفاده میشود. سلام الهام. خب مثال برای مکانش، کاربرد اول لولیو. کی مکانی اول میگم که براتون جا بیفته. مثلا میگم که این شهریه که توش بزرگ شدم، شهریه که توش، میبینی که توش بزرگ شدم، چون مکانه اینجا باید او بیاریم. این مغازه‌ای که ازش کت جدیدمو خریدم، که ازش مکانیه. میرم خونه پدر مادرم که یخچال همیشه پره، خونه پدر مادرم که اونجا یخچال همیشه پره. میدونید بچه‌ها اینا که های مکانی هم همشون که، ولی معنای که توش، که درش، که ازش مکان رو میرسونن. ما اینجا نمیتونیم کو بیاریم، باید او بیاریم. مثال اول، این شهریه که بزرگ شدم توش. C'est la ville où que j'ai grandi. C'est la ville où j'ai grandi. شهریه که توش بزرگ شدم. C'est la ville dans laquelle که درون j'ai grandi. شهریه که درش بزرگ شدم. این مغازه‌ای که ازش کت جدیدمو خریدم. C'est le magasin où، این مغازه‌ای که ازش j'ai acheté ma nouvelle veste. C'est le magasin où j'ai acheté ma nouvelle veste. که ازش کت جدیدمو خریدم. می‌بینید بچه‌ها معنی مکان میده. تو حالت دوم بچه‌ها دقت بکنید برای زمانم استفاده میشه. کی زمانی. مثال اول کنتکست رو در نظر بگیرید. مثال اول، مثلا میگم روزی که عروسی کردم بارون میومد. روزی که اینجا که نمیتونیم بگیم چون زمانه. روزی که عروسی کردم بارون میومد. میگیم il pleuvait le jour où. نمیگیم le jour que، میگیم le jour où. روزی که je me suis marié. Il pleuvait le jour où je me suis marié. اون روزی که روزی که عروسی کردم بارون میومد. اینجا نمیتونیم کو بگیم، باید او بگیم. ببینید بچه‌ها این مثال بعدی، اون هفته که رفتیم تعطیلات هوا خوب بود. هفته‌ای که اینجا زمانه، باید او استفاده بکنیم. Il faisait beau la semaine où، هفته‌ای که، la semaine où nous sommes partis en vacances. La semaine où nous sommes partis en vacances. هفته‌ای که رفتیم تعطیلات هوا خوب بود. یه مثال دیگه، روزی که رفتی فرودگاه من تصادف کردم. روزی که زمان، روزی که، این که نیست، اوه. J'ai eu un accident تصادف داشتم. J'ai eu un accident le jour où tu es parti à l'aéroport. اون روز که رفتی
le jour où روزی که نمیگیم le jour que le jour où روزی که tu es parti à l'aéroport رفتی فرودگاه. پس دقت بکنید le jour où روزی که le moment où اون لحظه‌ای که le moment où لحظه‌ای که اون موقعی که la semaine où اون هفته‌ای که والا می‌بینید زمان. پس دقت بکنید هم پرونوماتیف او هم برای مکان استفاده میشه هم برای زمان استفاده میشه. سلام آرزوی عزیز، همکار خوب، استاد خوب زبان فرانسه با ذوق، آرزوی عزیز از سوئیس. شب بخیر. پس بچه‌ها میشه داستان پرونوماتیف او خیلی ساده و سریع براتون توضیح دادم. J'ai eu un accident le jour où tu es parti à l'aéroport. Bravo حسین، bravo. Merci. Merci beaucoup. عالی. دقیقاً همینطور نوشته میشه. ببینید بچه‌ها نوشته حسین برام. J'ai eu un accident. من تصادف کردم. Le jour où tu es parti à l'aéroport. روزی که رفتی فرودگاه. محمدی نیستم من آرزو، من مهدیم، فامیلم کریمیه. میدونم اشتباه تایپی کردی، شوخی میکنم با. خب بچه‌ها ادامهش بدیم که در مورد ضمیر او بچه‌ها فقط این نکته دقت داشته باشین. یه جاهایی ممکنه دقت بکنید اگر مکان رو برسونه اوه، مثلا میگم c'est la ville où j'ai grandi، این شهری که توش بزرگ شدم. خب اگه بخوایم بگیم این شهریه که دوستش دارم دیگه نمیگیم اوه، میگیم c'est la ville que j'aime. c'est la ville que j'aime، شهریه که دوستش دارم. به خاطر اینجا دیگه فعل اینجا بچه‌ها کلمه لویل ضمیر در کلمه لویل COD یا مفعول مستقیم برای فعل امس. اینجا دیگه مکان رو نمیرسونه که توش، نه میگیم شهری که چی رو دوست داری، کس که تو ام لویل، این شهری که دوستش دارم. دقت بکنید بچه‌ها اگر عبارت شما عبارتی که قراره بعدش در واقع او یا کو بیارید، شک کردیم کدوم بیارید، نگاه بکنید اگر COD بود برای فعل بعدیش باید کو بیارید. C'est la ville que j'aime. C'est la chambre que j'aime، این اتاقی که دوست دارم. C'est la chambre que je préfère، این اتاقی که من ترجیح میدم. درسته؟ اینجا مفهوم درون رو نمیرسونید که توش اینجا نداره، که دوستش دارم، که ترجیح میدم، که نمیخوامش. والا. خب ولی اگه گفتید که توش c'est la chambre où j'habite، این اتاقی که توش زندگی میکنم. c'est l'appartement où j'habite، این آپارتمانی که توش زندگی میکنم. c'est l'appartement que j'aime، آپارتمانی که دوست دارم. وی پس دقت داشته باشید، حواستون جمع باشه، اشتباه نکنید. هر وقت اسم مکان اومد فوری او نیارید. این او وقتی میاد که پرونوماتیف شما معنی درون رو بده، درون مکانی رو بده. شهری که توش بزرگ شدم، اتاقی که توش زندگی میکنم، مغازه‌ای که ازش لباسمو خریدم، اینا او میاد. دقت داشته باشی. امیدوارم که اینو مفهوم برای شما توضیح داده باشم. خب بونبون سیل وو پله، ژوایو هالووین. هی دارن میرن و خلاصه میگن هالووین مبارک. تیان کی اسکی ویان سونه. اینجا تیان یادتونه بچه‌ها؟ فکر کنم تو لایوهای اول. بله آرزو، کاملا آرزو درست داره میگه. خب من بخوام وارد این بحث بشم خیلی گسترده است. اینجا پرونوماتیف دون هست دیگه. لو سوژه دون جو پار. میگم شما باید دقت بکنید ببینید اون کلمه‌ای که قبل از پرونوماتیف میارید چه نقشی داره. لو سوژه دون جو پارل، موضوعی که راجبش صحبت میکنم. اینجا فعل پارله چون کمپلمانش با واسطه حرف اضافه دو میاد، حتما باید پرونوماتیف دون استفاده کنید. DONT، که حالا ان شاءالله یه جلسه من راجع به ضمیر دون، یه جایی که دون توش باشه توی کیو که حتما خواهیم داشت، راجع به ضمیر دون کامل صحبت خواهم کرد. مرسی آرزو. تیان کی اسکی ویان سونه. تیان یادتونه بچه‌ها فکر کنم توی یکی دو سه جلسه اول فصل 1 بود، کلاس‌های لایو کایو فصل 1 بود، تیان رو داشتیم. یعنی به به
ببین کی زنگ زد، ببین کی اومده زنگ میزنه. وی تیان مثلا این چیز معادل به به. نگاه کن تیان کی اسکی ویان سونه. بعد میگه اون دیره un astronaute et ses deux amis. انگاری یه فضانورد با دو تا دوستاش، انگاری یه فضانورد با دو تا دوستاش اومدن. این اون دیره بچا یعنی انگاری. من یادمه که این عبارت اون دیره رو باز دوباره تو اون لایوی که مشترک با می عزیز برگزار کردیم راجع به این اون دیره خیلی صحبت کردیم. یادتون میاد بچا؟ اون دیره یعنی انگاری. مثال زیاد اون موقع براتون زدیم. مثلا میخوایم بگیم که مثلا از دور یه نفر داره میاد، بخواد بگی که انگار فیلیپ داره از دور میاد، انگار فیلیپ از دور داره میاد، میگیم اون دیره فیلیپ دو لوان. اون دیره فیلیپ دو لوان. regarde اون دیره فیلیپ دو لوان. نگاه کن انگار فیلیپ داره از دور میاد. اون دیره. یا مثلا میخوایم بگیم که روز شانسته انگاری. انگار روز شانسته. Oui, c'est ton jour de chance, on dirait. C'est ton jour de chance, on dirait. انگار روز شانسته. یا مثلا میخوایم بگیم که انگار قراره بارون بیاد. دقت میکنی؟ میگن هم میشه، بله. میگن میخواد بارون بیاد یا انگار میخواد بارون بیاد. هر دوش درسته. انگار میخواد بارون بیاد یا میگن میخواد بارون بیاد. میگیم چی؟ میگیم on dirait qu'il va pleuvoir. futur proche. On dirait qu'il va pleuvoir. انگار میخواد بارون بیاد. به نظر میخواد بارون بیاد. میگن میخواد بارون بیاد. همه اینا درست. پس این عبارت اون دیره در واقع کاربردش به این صورته. اون دیره un astronaute et ses deux amis. انگار یه فضانورد و دو تا دوستاشن. وقتی که مامان کایو در رو باز میکنه، کایو لباس فضانوردی پوشیده، لوم دو لسپاس، و دو تا دوستاش هم باهاشن. این عبارت رو بهش میگه. کایو میگه سه موا سه کایو. باز اینجا یه عبارت مهم داریم تو جمله آخر. Dis donc si vous voulez qu'on vous donne des bonbons, si vous voulez qu'on vous donne oui یه لحظه خط رو گم کردم. Dis donc si vous voulez qu'on vous donne des bonbons, vous feriez bien d'entrer. این جمله مهمیه. میگه اگه میخواید بهتون آب نبات بدن باید بیاید تو، یا بهتره که بیاید تو. si vous voulez que، اولا si vous voulez que vouloir que بعد سوبژانکتیو میاد. اینجا دونه سوبژانکتیو صرف شده بچه‌ها. si vous voulez qu'on vous donne، اگه میخواید بهتون بدن، ما تو فارسی هم بچه التزامی استفاده میکنیم، des bonbons vous feriez bien. vous feriez bien یعنی خوبه که، بهتره که، یا باید چیکار کنید؟ بیایید تو. فریه بیان دانتره. بچه‌ها عبارت حالا مثلا با جو بخوایم بگیمش، هم با بیان استفاده میشه هم با میو. جو فری بیان، جو فری میو. یعنی بهتره که من. بعدش در واقع میتونید مصدر بیارید. مثلا میگم که میخوام بگم خوبه که حقیقت رو بهش بگم. چجوری بگید ببینم اینو. خوبه حقیقت رو بهش بگم. چجوری میگیم؟ اینو شما بگید دیگه. کلاس جمله سازیه، بگید. همه رو من نباید بگم که. خوبه حقیقت رو بهش بگم یا بهتر حقیقت رو بهش بگم. چجوری میگیم اینو بچه‌ها به فرانسه؟ بگید ببینم. بگید جمله آخرمونه و مهمم هست. نه si vous voulez que لیلا، si vous voulez نه، اگه که باشه si vous voulez que. میدونی چرا لیلا؟ چون که سوژه دوتاست. جمله اول si vous voulez شما، qu'on vous donne که بهتون بدن آنها، سوژه دوتاست. اگه که بیاد وگرنه حالت عادی vouloir بعدش مصدر میاد. خب je ferai mieux. براوو آقای یا خانم یعقوبی. F. je ferai mieux دو. بچه‌ها دو رو فراموش نکنید البته. je ferai mieux دو. بعدش دو میاد. je ferai mieux دو بهتره که je ferai bien دو. خوبه که من. voilà.
c'est mieux de. نه دیگه c'est mieux de je dis la vérité یه همچین ساختاری بچه‌ها تو زبان فرانسه دقت کنید نداریم. ببین اولا که این اشتباه اولت اینه که تو داری دومی رو هم صرفش میکنی. je ferai bien دو. بچه‌ها دو رو فراموش نکنید. je ferai bien یا je ferai mieux de lui dire la vérité. بهتر حقیقت رو بهش بگم. دو. je ferai mieux de lui dire la vérité. آفرین آفرین. باریکلا پیمان. این درسته. حرف اضافه دو داره فراموش نکنید. تو ذهنتون بسپریدش بچه‌ها. je ferai mieux de lui dire la vérité. بهتره که حقیقت رو بهش بگم. یا je ferai bien de lui dire la vérité. خوبه بهش بگم حقیقت رو ها. je ferai bien. یا مثلا فکر میکنم که بهتر باشه دنبال کمک بگردم. فکر کنم بهتره برم دنبال کمک. je pense que je ferais mieux d'aller chercher de l'aide. Je pense que je ferais mieux d'aller حرف اضافه دو فراموش نشه que je ferais mieux d'aller chercher de l'aide. فکر کنم بهتره که برم دنبال کمک. این جمله آخره بچه‌ها انیمیشن بود. مرسی که امشب با من بودید. اوکی، اگه سوال ندارید خداحافظی کنیم با هم. de chercher de l'aide. De chercher de l'aide. جلسه سوم کلاس‌های لایو تقویت جمله سازی از فصل دوم تمام شد. امیدوارم که مفید بوده باشه براتون. منم از شما تشکر میکنم که بودید. مرسی که هستید. حضورتون به من انگیزه میده. حتما سوالات خودتون رو اگر سوالی داشتید در مورد مطالب امشب بعدا رفتید من فردا جزوه رو براتون بارگذاری میکنم. رفتید جزوه رو دانلود کردید، سوالی اشکالی داشتید زیر همین لایو که من توی اینستاگرام میذارم همونجا بپرسید، بقیه هم ببینن با همدیگه به اشتراک بذارید. و اگه لایو امشب رو دوست داشتید بعد از لایو من بلافاصله ویدیو رو توی اینستاگرام به اشتراک میذارم. اگر دوست داشتید لایک کنید، کامنت بذارید و به بالا رفتن پیج کمک کنید. خداحافظ.